فرزانه ناز رشخند عالم شد. لایف جدید و رشخند شدن فرزانه ناز در صفحه تیک تاکش و فرزند جدید فرزانه ناز که اصلا باورتان نمی شود. افشای رازهای بزرگ فرزانه ناز در کشور دبی و جنجال جدید وی با سلیم شاهین. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. فرزانه ناز هنرمند جوان با استعداد و موفق کشور بود و 10 سال قبل کارهای هنری خود را به طور رسمی با سرودن آهنگهای پشتو در افغانستان آغاز کرد. فرزانه در مدت بسیار کوتاه به اوج هنر آوازخوانی رسید. اما فکر می‌کردند روز فرزانه ناز مقام و جایگاه هنری حتی استادی را در افغانستان کسب خواهد کرد. اما دیر نگذشت فرزانه ناز به کشورهای آسیایی رفت آمدهایی داشت. علاقه فراوان فرزانه ناز نقش بازی کردن در فیلم بوده است و قبل از آن که آوازخوان شود چندین فیلم با سلیم شاهین ثبت کرد اما نتوانست خوب بدرخشد. اکنون فرزانه ناز در کشور دبی زندگی می کند و با پسران هندی در رابطه عاشقانه است و یگانه راه درآمد فرزانه ناز در کشور دبی به گفته خودش لایف آمدن در صفحات مجازی از جمله تیک تاک و گیم بازی کردن با سلبریتی های کشور بوده است. فرزانه ناز قرار است در کشور دبی در چندین فیلم عربی نقش کوتاهی بازی کند. هرچند فرزانه ناز در کشور هندوستان هم در چندین فیلم هندی من حیث رقاص رقص کرده است و نقش بازی کرده است، ولی هر کس خودش میداند و تصمیمات زندگیش. جدیداً فرزانه ناز در لایفش در صفحه تیک تاک یک دانه سگ را خریداری کرده است و بیان کرده این پسر من است. جالب اینجاست که این کار فرزانه ناز مورد نقد شدید علاقمندان و دوستدارانش قرار گرفته است. ولی من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت منان آرزو دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان فرزانه ناز به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید پس برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید. ویدیوهای من را لایک نموده و با عزیزانتان به اشتراک بگذارید. سلامتی شما خوبان آرزوی من است. تا درود دیگر، بدرود.